یا چطوری بچه خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با سامی نسو شد احمدی چی بچه احمد حالش بر بود نتونست بیاد بچه من لیگ ایران ساختم به کل FC 24 بچه. خب ببینید من لیگ ایران ساختم ترکیبش رو درست کردم خودم قیافه‌ها رو درست کردم الان هم میخوام بریم بیاد از بازی کنیم مشتی. خب بذارید من استقلال برداشتم کامپیوترم پرسپولیس بریم برای بازی. اینجا رضاوند بچه با گذاشت منه مشاریپوف میزنه اینجا رفیعی تو با گرفته میره تکل جانانه پس روز به چشمی جا تو پاس اشتباه از دیدی اندو یه اشتباه به آزادی و میگیره الکسیس گندوز. اینجا کورنر برای تیم استقلال ارسال مشاریپوف میفرسته میزنه برمیگردونه آرش رضاوند اندون چشمی آزادی نمیرسه برمیگردونه سردار دورسون بارونوف شما بچه شماره اشتباه شده نمیدونم چرا من درست زدم ولی الان شماره اشتباه شد. علی پور ارسال میزنه دورسون و میگیره سید حسینی مشاریپوف با گرفته از این ور پاس برای اندون اینجا آزادی پاس برای کجا نه پاس خوبی نمیده ضربه سر نمیرسه دوباره از این ور مشاریپوف واقعا عالی بوده تا این لحظه پاس میده آزادی نمیرسه یعنی نمیرسه به دروازه قطع میکنن مدافعان تیم پرسپولیس. ارسال میزنه سردار دورسون رفیعی پاس برای اونرونوف دورسون حرکت میکنه قد و هیکلی هم داره سهرابیان چرا کاپیتانه نمیدونم ولی اینجا توپو رامین رضاییان میگیره. رامین رضاییان واقعا عالی بوده این فصل چرا هر کی قبول داره رامین این فصل عالی بوده یه قلب آبی بذاره. بچه ها راستی میخوایم ببینیم از تو طرفدار پرسپولیس بیشتر یا استقلال. هر کی طرفدار هر تیمی که هست یه استقلالی اگه هست یه قلب آبی بذار پرسپولیسی اگه هست یه قلب قرمز. ببینیم کی استقلالی بیشتر یا پرسپولیسی ها. خب از این ور مشاریپوف آزادی آفساید یا نه میگیره آفساید بود ولی اینی که آفسایده خب اینجا میفرسته چقدر بلند فرستاد حالا نمیشه. خب از این ور اینجا یه پاس عالی از رضاوند میزنه و گل اول برای استقلال گل آزادی کجا میره بچه این دلالی کجا اندون گل رضاییان دیگه میبینید. بچه من سعی کردم شبیهشون بزنم ولی من یعنی اون هدفم این بود که فقط لیگ ایران بتونم بسازم یعنی تیمای ایرانی داشته باشه آخه لیگ استرالیا ساختم اینا. خب یکیش منفعل استقلال بچه به نظرتون مشاریپوف بهتر یا اورونوف؟ بخواه کامنت ها بنویسید حتما. بچه راستی لایک و سابسکرایب یادتون نره زنگوله بغلشو بزنید کامنت بذارید اما خیلی حمایت میشه دمتون گرم. بریم برای بازی. خب اینجا ارسال احمدزاده بلند برمیگردونه روز به چشمی آرمین سهرابیان پاس برای مشاریپوف پاس برای چشمی کار میخواست کار کنه با آزادی که نتونست و نیمه اول تمام میشه. بریم چرا که بتونیم. خب
احمدزاده یه موقعی اول پرسپولیس خراب میکنه. احمدزاده میخواست چیپ بزنه و گلش کنه ولی خیلی بلند زد. چرا این آوردی الان؟ ای بابا تعویض کرد پس یاده دست من نیستی. من آخه تعویضیاشون رو درست نکردم، فقط ترکیب اصلی یعنی ترکیبشون رو گذاشتم. فقط کنانی اینجا پاس عالی، علیپور تو پاسشون میگیره، سیلوا سی خطا باشه برای کجو تمام گل بعدی کجو و گل دوم برای استقلال. بازی 2-0 به نفع استقلال تهران میشه. جا ببینید اینجا کجو رفت، خیلی گل الکی هم خلاصه آروم زد کجو واقعا. خوابی بعد کجو از بالای چیزی زد، یعنی بالای سرش کنه، یعنی ببین اینجوری بود تره. اشتباه حد زد گندوز. عجیبه اورونوف توپو میگیره رضاییان دوباره برای کجو بریم برای میدونید براتون میتونن سال سوم بزنن. سومی آره یا نه نه میگیره و نمیذاره تیمش ستایی بشه. باید الکسیس گندوز آزادی تو بازی میگیره، علیپور برای بوزانیچ برای دورسون یه موقع برای پرسپولیس باز برای علیپور میزنه و میگیره، سید حسینی اینجا کره برای پرسپولیس ارسال میکنن. جلالی میزنه میگیره یا نه؟ بله میتونه بگیره. اینجا یه پاس قشنگ توپو نمیتونه رد کنه. تو لو میزنه یا نه هنوزم نه. چه بازی شده. بزن توپشو گل یا نه؟ اوه گرفتش سید حسین گرفت. خب بچه ارسال میفرسته سرو میزنه میگیره برمیگرده و چه سیوی این کاسیاس یا حسینیه، واقعا عالیه. چون قدرت درازونه که بردم بالاتر بخاطر که بخواستم بازی سخت بشه. قدرت حسینی 73 قدرت گندوز 75. میزنه شوت و میگیره باز میگیره. ارسال میزنه میفرسته و گل اول برای پرسپولیس. چه کسی میزنه گلو؟ اورونوف گل اول برای تیم پرسپولیس میزنه. استقلالی ها این به سکوت پی میبره، در سکوت پی میبره. کجو میتونه یه گل دیگه هم بزنه. اوه چیکار میکنه؟ خراب کرد میتونه همون ادامه بده. اشتباه کرد. دقیقه 84 بازی چیزی به احتمال بازی نمونده، یعنی هنوز هم میتونن امید داشته باشن پرسپولیس. اینجا تو گرفته میاد اینجا بزن. او خطا بود ولی داور بازی ادامه پیدا میکنه. اورونوف دقیقه 90 و میگیره تیمو نجات میده. سید حسینی چه عکس العملی نشون داد و برنده این بازی کسی نیست جز استقلال تهران. خب بچه ها و برنده بازی استقلال تهران بود. بذارید یه سری آمار رو نگاه کنیم. مثل که پرسپولیس بهتر بازی کرده. خب مالکیت توپ دست پرسپولیس بوده با اختلاف 4 شوت های پرسپولیس 3 تا بیشتر بوده. شانس گل زنی پرسپولیس بیشتر بوده.
تکلای ما 32 تا بود، اونا 8 تا تک زدن. خدا 6 تا سیو داشتیم، اونا 4 تا سیو داشتن. یه دونه آفساید ما داشتیم و هم چیزی بود. بریم نمره بازیکن هم ببینیم. شورکوچو بهترین بازیکن زمین شد با 1 گل. آزادی هم خیلی خوب بود ولی بهترین بازیکن زمین نتونست بشه. اینو 7 و 8. از اون ور اورونوف 8 و 3 گرفت. واقعا عالی بازی کردن هر دو تا تیم. بچه‌ها بریم یه دست دیگه هم بازی کنیم. یک دست دیگه بازی کنیم و دیگه ویدیو تمام کنیم. مثل راستی اون سورپرایزر الان میخوام بتونم شدم. یه ثانیه بذارید من بیارمش. بچه جعبه کیمیان. بچه یه دونه کارت 100 بهتون نشون میدم. 2 تا کارت بهتون نشون میدم. ممکنه کارت 100 کدشو وارد کرده باشم ولی حالا شما اینو نگاه کنید. خودشو بزنید و بچه برعکس حالا یکم باشه دیگه برسه فوکس نمیکنه. بچه یه من باسته یکی هم بذاری بتونه نشون بدم. کارت لیس فیگو هم بتونه یورو هم بتونه نشون بدم. باید کار کنید. خب بریم برای ادامه ویدیو. خب این دفعه تاس میندازم. نه واسه من یه کیملی چشم بسته در میارم. اگه عدد زوج اومد شماره پیرن اون بازیکن عدد زوج بود استقلال برمیدارم. اگه فرد بود پرسپولیس برمیدارم. بریم برای کار. بیارم جلو خودتون. من اینو برمیدارم. رابرت پیرس راستش اینو نمیدونم بس بریم یکی دیگه. توماس مولر شماره 8. پس دوباره استقلال رو برمیداریم. خبر پرسپولیس ناراحت نشن. این یه چیز بوده، قرعه کشی بوده. یعنی قرعه کشی که نه، یعنی شانس بوده. خب بریم این ور بزنیم بریم تیم رو انتخاب کنیم. من تیمایی که میخوام درست کنم دوباره بهتون بگم. این که شد پرسپولیس، اینو میکنم سپاهان، اینو میکنم هوادار، اینو میکنم استقلال خوزستان، اینو میکنم فولاد. یه همین چند تا تیم رو درست کنیم کافیه. خب بریم و خب اینم باشه واسه کافیه. خب اینم ترکیب حساب بچینیم. آزادی شیکوف رو بخواه دیگه مالیناکی با باشتوی باشتوش من اینو میزارمش. رضاییان، چشمی، هندون و رضامند. خب بریم واسه سینی بیگادم بزنم. بریم واسه ترکیب پرسپولیس. 4-4-2 هولدینگ بازی میکنن. بچه ها ویدیوی بعدی احتمالا میخوان درفت فیفا بذارم، درفت اولتیمیت بذارم. علیپور، دورسون، کنانی، فرجی، اشتباهی گوشتم من اینجا بود اینجا. خب این مثلا رفیعی رو بذاریم. پیگی رو اول گوشتم رفیعی. بچه بازی کنه دیگهش رو فکرم باید حذف کنم. آره دیگه باید بعد ویدیو میرم بازی کنه دیگهشون رو حذف میکنم.